اندازه قرقزاندو چیزده وضعیت وزنی شد رسکی انداز چور راحت سیتا توربا طرفی چورها از طرف ما است که چور طرف اندازه بله پیزده یگان کس تیر نخورده باشه درسته جانا بله موجود هستند و باید با خریطه های تا سال 1956 نظر کرد، ولی مقامات قرقیزستان از جمله رئیس جمهور این کشور میگوید امضای پروتکل درباره بیچاره گرفتن راه خلاف منافع این کشور است. صادق جباروف در مصاحبه با نشریه ویچرنی بیشکک گفته است اگر این پروتکل را قبول کند پس ناحیه‌های لیلک پورا به انکلاو تبدیل می‌یابد. راهی که میان تاجیکستان و قرقیزستان بحث نو را ایجاد کرده است از میان جماعت چارکوه شهر اصفهان می‌گذرد. این راه است که ناحیه‌های اصفهان، لیلک و 6 دهه دیگر قرقیزستان از جمله سمرقندک و